امروز میخوام بازار طلای مجازی رو بهت معرفی کنم و بهت آموزش بدم که چجوری با 1,000,000 تومان سرمایه بتونی در کنار شغل اولت یک درآمد روزانه خیلی خوب داشته باشی. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که بازار طلای مجازی با بازار طلای فیزیکی کاملا متفاوته و فرق میکنه. اولین چیزی که با گفتن بازار طلا به ذهن افراد میاد اینه که این بازار سرمایه زیادی میخواد و با پول کم نمیشه توش سرمایه گذاری کرد. مثلا با 1 گرم طلا که هولوش 1,300,000 هست چجوری ما بتونیم یک درآمد خوب رو به دست بیاریم؟ آره درسته، شما اگر بخواید توی بازار طلای فیزیکی کار بکنید به سرمایه زیادی نیاز دارید، اما توی بازار طلای مجازی شما با 1,000,000 تومان سرمایه میتونید 100 گرم طلا رو خرید و فروش بکنید. نه اینکه اون 100 گرم رو به شما بدن، بلکه حق خرید و فروش رو یک سری اتاقهای معاملاتی هست که به شما اجازه میده بیایید و خرید و فروشتون رو انجام بدید. و اگر که شما تحلیل درستی داشته باشید، استراتژی درستی داشته باشید، میتونید از اون سود و زیان استفاده بکنید. مورد بعدی که این بازار داره اینه که دو طرف است، یعنی شما هم از رشد طلا و هم از ریزش طلا میتونید سود به دست بیارید.